سلام دوستان، نوید کیش هستم. امیدوارم که لحظات خوب رو در ادامه این ویدیو با هم دیگه سپری کنیم. همونجور که قول داده بودم اومدم یه سری توضیحات مختصر در مورد برنامه‌نویسی بهتون بدم. اینکه من اصلا چرا باید برنامه‌نویس بشم، چه وسیله‌هایی لازمه برای اینکه من برنامه‌نویس بشم، از کجا باید شروع کنم برای اینکه من برنامه‌نویس بشم، اصلا برنامه‌نویسی درآمدی داره برای من، مفیده. در ادامه این ویدیو قراره به اینا بپردازیم. خب دوستان، من هفته‌ای 2 تا ویدیو آپلود میکنم که اولین ویدیو آموزشی، دومین ویدیوش هم ویدیو فان یا حالا چالشی چیزیه. خب برگردیم سراغ توضیحات برنامه‌نویسی. اینکه چرا باید برنامه‌نویس بشم، من اگه علاقه دارم مثلا برم به یه برنامه رو بگیرم، به یه شرکت که مثلا بیام بگم آقا مثلا شرکت اسنپ برنامه شما مثلا این باگو داره، شما مثلا این مقداری که من میخوام به من پول میدیم، من به این برنامه تو میگیرم بهت میدم. این مثلا یکی از کارهایی که مثلا برنامه‌نویس انجام میده. دومین کار اینکه مثلا شما میای یه سری کدا مینویسی، یه سری برنامه‌ها آماده میکنی، به صورت آماده میدی مثلا به شرکت‌ها میفروشی. چجوریه که اون برنامه آماده است، اون طرف فقط باید رابط کاربریشو درست کنه یا آیکون و اینا رو بهش حساب کنه. یعنی اون شرکت اومده به تو سفارش داده و تو اونو براش ساختی و اون برنامه آماده است برای آپلود، فقط یه دونه آیکون میخواد رابط کاربری. و در مرحله سوم اینکه تو اصلا یه شغل تو میذاری برنامه نویسی، میری با برنامه نویسی پول در میاری، میتونی کلی انیمیشن بسازی، بازی بسازی، ازش کسب درآمد کنی، نمیدونم بری اصلا به عنوان یه برنامه‌نویس توی شرکت کار کنی. اینا هدفهایی هستن که شما میتونید داشته باشی برای اینکه من میخوام برنامه‌نویس بشم. این کدوم یکی از اینا میتونه هدف من باشه؟ میخوام مثلا پاره وقت برنامه‌نویس باشم، میخوام فقط برنامه‌نویسی بلد باشم، میخوام شغلم برنامه‌نویسی باشه که ازش استفاده ببرم. خب من الان اومدم تصمیمم گرفتم، هدفم مشخص کردم، به چه وسیله‌هایی نیاز دارم برای اینکه برنامه‌نویس بشم، برنامه‌نویسی رو چجوری تجربه کنم، ببینم مثلا دوستش دارم یا نه. مرحله اول برای تجربه یه برنامه‌نویسی و آشنا شدن با محیطش، شما رو همین گوشی که داری میتونی برنامه‌نویسی رو یاد بگیری. در مرحله بعدی شما دیدی آقا دارم خوب پیش میرم، دوست دارم، میای یه آیپد، یه تبلت برای خودت تهیه میکنی، رو اون کاراتو انجام میدی، یه کیبورد میگیری، یه قلم میگیری، راحت میتونی کاراتو روش انجام بدی. دیدی دیگه من واقعا دارم تو این کار حرفه‌ای میشم، دارم میرسم بهش، دارم قشنگ لمس میکنم اون هدفم رو. میای میری یه لپتاپ، یه کامپیوتر برنامه‌نویسی برای خودت تهیه میکنی. اینا مسیریه که تو پیش میری برای اینکه بتونی کامل و بدون احتیاج به کسی یه برنامه‌نویس حرفه‌ای بشی. خب از کجا شروع کنم؟ ما قراره داخل این دوره زبان برنامه‌نویسی اسکرچ رو یاد بدیم که ساده ترین زبان برنامه‌نویسیه. خب اول راجع مثلا 3 تا از زبان‌های برنامه‌نویسی صحبت کنم. مثلا زبان برنامه‌نویسی اسکرچ، پایتون و سی پلاس پلاس. اینا 3 تا زبان برنامه‌نویسی کلاً جدا از هم، هیچ ربطی به هم نداره. اولین که آسون ترین زبان برنامه‌نویسی چیه؟ اسکرچه که ما قراره تو طول این مسیر بهش بپردازیم. حالا که چرا آسون ترین هم بهتون میگم. دومی پایتونه، تقریبا متوسطه، هر کسی میتونه اگر کارشو داشته باشه، علاقهشو داشته باشه، میتونه هر کسی یاد بگیره. اما آخری برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس. این زبان برنامه‌نویسی جزو سخت‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی تو جهان شناخته شده.
به چه دلیل؟ برای اینکه کسی که میاد برنامه نویسی C++ میخونه باید ذهن ریاضی داشته باشه، ذهن تحلیلگر داشته باشه و اینکه بتونه سریع بتونه عیب برنامه‌ای که نوشته رو بفهمه و سریع عیبیابیش کنه. مثلا اسکرچ یا پایتون نیست که شما بیا برنامه تو بنویسی، نمیدونم اجراش کنی، بدیش بیرون، بعد بیاریش بالا، بعد ببینی آقا مثلا این مشکل داره، الان اینجاش مثلا این باگو داره. نه، داخل C++ باید مستقیم بری جلو و این خیلی سخته. ما قرار درون این چنل همونجور که گفتم اسکرچ بدیم. حالا چرا اسکرچ؟ چون من موقعی که میام شروع کنم نمیرم مثلا C++ یاد بگیرم، نمیرم پایتون یاد بگیرم، میبینم اصلا دوست دارم، اصلا برام قابل قبول هست دنیای برنامه‌نویسی، میام اسکرچ رو می‌ریزم. اسکرچ 3 تا نسخه داره: اندروید، iOS و ویندوز. این 3 تا نسخه اسکرچ و چند وقت پیش هم نسخه فارسی اسکرچ هم منتشر شده که شما میتونید اونو تهیه کنید و باش کار کنید. رابط کاربری اسکرچ چجوریه؟ اینجوریه که همه دستورها آمادن. یعنی مثلا من میخوام یه کاراکتر دارم، مثلا میخوام مثلا این 5 قدم راه بره، خب من مختصات اونو دارم دیگه، بغل گوشه برام صفحه آماده است. مثل پایتون و C++ نیست من خودم مختصات بسازم، من مختصاتشو دارم، میام راحت میگم از این نقطه بره به این نقطه، از این نقطه بره به این نقطه و از این نقطه بره به این نقطه، اینجوری انجام بده. یا میتونی مثلا برای استفاده از اینا خیلی کارهای ساده‌تری هم میشه انجام داد. مثلا تو میتونی انیمیشن باش بسازی، میتونی بازی خیلی ساده باش بسازی. مثلا میای به اون برنامه اسکرچ دستور میدی، میگی آقا وقتی اون کسی که داره اینو اجرا میکنه دکمه C رو زد کاراکتر بپره، دکمه مثلا W رو زد کاراکتر یه دونه بره جلو و اینا همجوری میشه که تو اصلا میفهمی دوست داری یا نه. و اینکه مثل پایتون و اینا نیست مثلا بری داخلش بزنی اینپوت پرانتز باز، خیلی جدا از اینا، یعنی خیلی ساده تر از اونیه که مثلا تو الان داری تو فکرت میسازی. امیدوارم در طول این مسیر با هم دیگه خوش بگذرونیم، راحت باشیم و لذت ببریم و یاد بگیریم. زنگوله بغل سابسکرایب رو فعال کنید، سابسکرایب ویدیو هم یادتون نره، نظراتتون هم داخل کامنت برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.